ما همگی تو مغزمون یه چیزی داریم به اسم شبکه فعال کننده مغز که مغز ما رو در حالت هوشیار نگه می‌داره. مادری رو تصور کنید که خوابه، اما گریه نوزادش تو اتاق دیگه بلافاصله اون رو بیدار میکنه. اما ممکنه همون مادر با صداهای دیگه‌ای که حتی بلندتر از صدای نوزاد هم باشه بیدار نشه. یک مثال شناخته شده دیگه تجربه‌ای که شاید همه داشتیم. توی اتاق شلوغ که همه در حال صحبت با همدیگه هستن و ما هم داریم با شخصی صحبت میکنیم، یهو اسم خودمون رو از یه فرد دیگه توی سر اتاق که داره با یکی دیگه حرف میزنه میشنویم. اون یک کلمه از میون اون همه سر و صدا عبور کرده و به گوش ما میرسه. گوشمون تیز میشه که درباره‌مون دارن چی میگن. در حقیقت مغز ما همیشه به طور ناخودآگاه داره اطلاعات همه اطراف ما رو دریافت و طبقه بندی میکنه. شبکه فعال کننده مغز برای مغز مثل یک فیلتر عمل میکنه. حالا جالبه بدونید که تحقیقات ثابت کرده نوشتن اهداف روی کاغذ کار این فیلتر رو انجام میده. نوشتن برای تحقق اهداف یک امر ماورایی نیست، یک حقیقت علمیه. با من همراه باشید تا بخشی از کتاب بنویس تا اتفاق بیفتد نوشته دکتر هنریت آن کلاوسر رو مرور کنیم. اگه قبلا هیچ وقت یک موتور هوندا نداشتید و حالا یک هوندای آبی رنگ خریدید، از اون به بعد تا یه مدتی همه جای شهر هوندای آبی رنگ می‌بینید. از خودتون میپرسید این همه هوندای آبی رنگ از کجا اومدن؟ در صورتی که اونا همیشه بودن اما شما بهش توجهی نداشتید. روی کاغذ نوشتن هدف مثل خریدن یک موتور هوندای آبیه. همونطور که اول ویدیو گفتم، این کار باعث نصب فیلتری میشه که شما رو نسبت به بعضی مسائل دور و اطرافتون هوشیارتر میکنه. نوشتن باعث به کار افتادن شبکه فعال کننده مغزتون میشه که به طور خودکار پیامی رو برای مغز ارسال میکنه که بیدار شو، حواست رو جمع کن، این جزئیات ریز رو از دست نده. و این کار ناخودآگاه انجام میشه. وقتی هدفی رو مینویسید، مغزتون اضافه کاری میکنه و به شما برای رسیدن به اون هدف کمک میکنه و شما رو نسبت به علائم و نشانه ها هوشیارتر میکنه. اما شاید اول کار اصلا به طور مشخص ندونیم که هدفمون چیه. جالبه که شروع به نوشتن کردن باعث میشه در حین نوشتن گاهی اوقات اهدافمون رو پیدا کنیم. تو این کتاب داستان واقعی افرادی شرح داده میشه که رویاهاشون رو نوشتن و بعد با بالو پر دادن به رویاهاشون روی کاغذ و مشخص کردن جزئیات اون از لابلای نوشته هاشون به اهداف تازه‌ای رسیدن و اصلا فهمیدن که چیز دیگه‌ای می‌خواستن و تا حالا متوجه نبودن. اما چرا مشخص کردن یک هدف و به زبان آوردن اون گاهی اینقدر سخته؟ آیا ما فکر می‌کنیم که سزاوار یک رویا نیستیم یا از خواسته قلبیمون اطمینان نداریم؟ یا از اینکه حریص و طمعکار جلوه کنیم میترسیم؟ ممکنه همه اینها باشه، اما همیشه ما شاهد هستیم که مردم رویاها و اهداف خودشون رو به حداقل کاهش میدن. تو این کتاب به ما پیشنهاد داده میشه که همه اهداف خودمون رو حتی اگر به نظر خیلی دست نیافتنی میاد لیست کنیم و بنویسیم. درسته شما حتی از اون چیزی که آرزو دارید مطمئن نیستید، چه برسه به اینکه بخواید بفهمید چطور بهش دست پیدا کنید. اما اجازه بدید نوشتن به شما کمک کنه. دکتر آن کلاوسر پیشنهاد میده که ساعتتون رو یک ربع زودتر از موقعی که هر روز صبح بیدار میشید تنظیم کنید و به محض بیدار شدن شروع به نوشتن کنید تو حالت خواب و بیداری. بنویسید و افکار مبهم و نامشخصتون رو همراه کاغذ بیارید. اگه آرزو دارید که همین الان دوباره برید بخوابید چون چشمتون میسوزه، اون رو هم بنویسید. درد و دل کنید. اینها همه نقش نرمش کردن و گرم کردن مغز رو داره. بعد از کنار گذاشتن درد و دلها و شکایت‌ها، قلم شروع به حرکت میکنه و به شما دستورالعمل‌های مفیدی میده. همه اهدافتون رو بنویسید و فکرهای بزرگ داشته باشید و از هیچ چیز نترسید. 2 هفته این کار رو ادامه بدید و بعد تمام نوشته‌هاتون رو بخونید و مرور کنید. به نتایج خیلی خوبی میرسید. وقتی که اهدافتون رو پیدا کردید، اونها رو واضح بنویسید و با جزئیات. وقتی دقیق می‌نویسید که چه چیزی رو کی، کجا و با چه ویژگی‌هایی می‌خواهید، ناخودآگاه اون رو مثل یک مأموریت جدی می‌بینید. مثلا ننویسید که می‌خوام اوضاع مالیم خوب بشه، بنویسید که تا یک زمان مشخص می‌خوام مبلغ مشخصی پول رو از یک کار مشخص داشته باشم. اما مورد مهم دیگه این نوشتن اینی که به صورت منظم و روزانه بنویسید. و هر ایده‌ای که در راستای هدفتون به ذهنتون میخوره، فوراً اون رو توی دفترچه یادداشت کنید و بهش بالو پر بدید.
هر روز چند دقیقه دفترتون رو باز کنید و احساسات، خواسته ها و اقداماتتون رو یادداشت کنید. در کنار نوشتن خواسته ها، اقدامات کوچیکی که مثلا احساس میکنید که اگر امروز انجام بدید شما رو تو مسیر هدفتون قرار میده، حتی یه قدم کوچیک، اون رو هم بنویسید و سعی کنید همین امروز اون رو انجام بدید. نکته مهم این کتاب اینه که شما باور کنید نوشتن جادوی عملی کردن رویا هاست و این در واقع یک علمه. با نوشتن قدرت ناخودآگاهتون میشه یک همکار قدرتمند برای شما. پس اگه خواسته ای دارید اون رو بنویسید، بهش شکل بدید، احساس کنید که بهش رسیدید و با جزئیات احساساتتون رو شرح بدید. این کتاب تمرینات خیلی زیادی داره که من فقط به بخش کوچیکی از اون اشاره کردم و پیشنهاد میکنم که مطالعه این کتاب رو به هیچ وجه از دست ندید و مطمئن باشید که نوشتن میتونه تو زندگی معجزه کنه. خیلی ممنونم که با من تو معرفی این کتاب همراه بودید.